به وجود آمده است. ما با مقصد باخبر شدن از سمت فعالیت انشاءات عمل کننده در این دهه نخست از مؤسسه میانه تعلیمی رقم 46 این دهه دیدن کردیم. هنگامی که به این بارگاه علم و معرفت آمدیم، استاهای چیره‌دست را سرگرم کار دیدیم که آنها برای ساختمان بینای دو آشیانه که از 6 صنف خانه عبارت می باشد زحمت می کشیدند. ضمن صحبت به ما سرور این مؤسسه اطلاع داد که الحال در این مؤسسه 356 نفر خوانندگان در دو بست تحصیل نموده، به آنها 34 نفر آموزگاران صاحب تجربه تعلیم و تربیت می دهند. همچنین به ما معلوم گردید که صنفخانه های علاوگی در این مؤسسه تا سال نو خوانش 2021-2022 به استفاده داده می شود، یعنی در عرفه 30مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان به بهره برداری می رسد. من کاملا گلرخسار، جانشین دیرکتوری اوید به تعلیم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 دهه شینگاک به نام شادی مراد خوجایف می باشم. من 15 سال این جانب در این مؤسسه همچون به حیث آموزگار و از سال 2016 تا به این جانب به حیث جانشین دیرکتور اوید به تعلیم کار و فعالیت دارم. در دوام فعالیت کاریم شاگردانم در المپیادا اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گشتند و اینچنین خوانندگان در ازمونی فروغ سوپ دانایی کتاب است اشتراک نموده از طرف ماموریت مؤسسه با افتخارنامه ها سرفراز گردانیده شدند. در مؤسسه ما 34 نفر آموزگار کار و فعالیت میکنند. آموزگارانی با تجربه نیز در این مؤسسه خیلی زیادند و شاگردانی نامدار آنها در دربار عزیز تاجیکستان ما خوانده ایستادند. اینچنین سال 2020 خواننده صنف 11 دلمرادزاده اناره طبق مرکز ملی تستی در دانشگاه طبی تاجیکستان قبول شده تحصیل کرده ایستاده است. در مؤسسه ما در سال خوانش 2020 و 21 356 نفر خوانندگان تحصیل می نمایند که در بست یکم 196 نفر و در بست دوم 160 نفر خوانندگان تحصیل می نمایند و اینچنین با اقدام پدر و مادران با تشبث سرور مؤسسه و دیگر آموزگاران مؤسسه ما 6 صنفخانه علاوگی ساخته ایستاده ایم که این را ما کوشش داریم که تا 30 سالگی استقلالیت پرره به انجام رسانیم. در نزد این مؤسسه همزمان کتابخانه فعالیت دارد که با شماره عمومی بیشتر از 4000 کتاب‌ها درش همیشه برای خوانندگان باز است و تعلیم گیرندگان این درگاه برای خواندن کتاب شوق و رغبتی خاص دارند. السلام ای خلق ایرانی کبیر، السلام ای نسل زال و اردشیر، ای نژادی کاوه، ای اولادی سام، بر تو از جمهوری تاجیکان سلام. وطن و ایران نه از یار است یا اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو، همه دادی وطن خواهی زنند اما نمیدانم، وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. رهبری آوازداری کشورم، نوری چشمم پیشوایم سرورم، عبرتی اهلی بشر گردیده اید، این شما صلح و رفاقت آورم، با تلاش یاوری و رهبری زندگی را تنج کرده یاورم، کشوری ناتنج و ناآرام را تنج و هم آرام کرده رهبرم، مرد دهقان زاده هستید و بوده در بهشت آسا زمینی مادرم، با دعای مادری جنت مکان پیشوای ما شدد ای اخترم. ما بعد از بازدید از این مؤسسه راه پیش گرفتیم به سوی منزل یکی از عائله‌های خوشبخت این دهه، عائله کامیلووها. خواستیم از وضع زیست و زندگی این عائله آگاهی پیدا کرده با سرورانش کمی اطراف کار و فعالیت و زندگی گذشته و امروزه و نقشه های آینده اشان صحبت آراییم. من کامیلوف عبدالحد عاقلویچ، دکان فاکولته متماتیک و انفرماتیک دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگان میباشم.
استقامت کننده دهه شینگاک جماعت دیات خرمی. ما سال 1982 من و عائله‌ام رسول دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر دوشنبه به نام شیوچنکو، حالا به نام صدرالدین عینی میباشد، ختم نمودیم. بعد از ختم دانشکده من سال 1982 ماه سپتامبر به ولایت پارگانتپا، حالا پارگانتپا حالا خطلان میباشد، 2 سال در اونجا فعالیت نمودم. عائله‌ام در شهر باختر، حالا باختر میباشد، در مکتب رقم 7 شهر پارگانتپا از فن متماتیک فیزیک درس می‌خواندم. 2 سال کار کردم در اونجا. بعد از اون سال 1984 برگشته به شهر پنجگین آمدم و به مکتب میانه رقم 46 شهر پنجگین دهه شینگاک همچون آموزگار فن متماتیک و فیزیک فعالیت نمودیم هر دو. من تا سال 2005 در مکتب میانه رقم 46 کار کردم. بعد از اون از سال 2005 به دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگین همچون آموزگار، بعد از اون جانشین دکان به کارهای تربیوی و تعلیم و 2014 همچون دکان فاکولته متماتیک اینفرماتیک فعالیت میکنم. نامزدی هم قریب نزدیک آمده است، همچون عنوانجا میباشم، عنوانجای دانشگاهی ملی تحت راهکاری اکادمی رجب کاری علمی برده ایستادم. سال 1983 با همسرم رسول و برای عائله دار شدیم، صاحب 5 فرزند میباشیم و 10 نبیره. همه فرزندانم معلومات عالی دارم. کامل جمشید معلومات عالی، آموزگاری فنی زبان روسی و انگلیسی میباشد. کامل و گلوسار جانشین دیرکتر اداره تعلیم در مکتب میانه رقم 46 فعالیت میکند. کامل و بختی‌نژاد آموزگار فنی متماتیک و بعد از آن مهرو آموزگار فنی فیزیکی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگین میباشد. چند نبیره؟ 10 نبیره داریم. 10 نبیره. همه فرزندان رو دادم؟ همه فرزندان رو عائله دار میباشد. استاد عزیز، سبب صاحب معلومات کردن فرزندان در چی بود؟ مثلا شما چرا همه فرزندان خود رو صاحب معلومات کردید؟ چون که من و رسول معلومات عالی داشتیم، می‌خواستیم همه فرزندای ما هم باید معلومات عالی گیرن، یک کسب بزنن برای خلق و وطن عزیزان خدمت کنن. فرقیت عائله‌هایی که مثلا تحصیل نکردند از عائله‌هایی که تحصیل دیدن، تحصیل کردن در چی است؟ عائله‌ای که در اونجا تحصیل کردن، اونجا باید مهر محبت، دانش، کتاب خواندن و یکدیگر مهربان بودن بسیارتر باید دیده می شود. عائله‌ای که در آن تحصیل نکردن آنقدر با کتاب و با علم و با معارف و با این چیز توجه ظاهر نمیکنن. برای من میخواستم که باید عائله، یعنی یکم زن باید در عائله همچون معلومات نباشد، فرزندان رو تربیت کنند، فرزندان رو به وای رسانند، آنها را برای جمعیت باید هدایت نماید. ببینیم که همه فرزندان شما کسب شما و همسرتان رو انتخاب کردید، مادر عزیز رو. این با خواهش خودشون بود یا اینکه از جانب شما تقدیم کردید؟ بسیاری آنها با خواهش خودشون. وقتی که ما به درس میدادیم طلبگان، آنها می‌کوشیدند که به مانند ما معلم شوند. بسیار فرزندان مادرش هم معلمه بودن، چطور دیگر طلبه ها آمده از اینا ما می‌آموختند. وقتی ما المپیاد به تیار می‌گیم بچه درس‌های دیوالی می‌دادیم، اینها حواس ظاهر می‌کردند که ما معلم باشیم و همه با فرزندان در زیاد دیم و خلق و وطن خدمت کنیم. استاد، تربیت کردن فرزند کار خیلی دشوار است. از نگاه شما همچون آموزگار، همچون نفری که در جامعه امروز سهمی ارزنده دارید برای بلند برداشتن سطح تفکر و اندیشه و ادراک فرزندان خود و هم فرزندانی که مثلا در زیر دست شما تعلیم و تربیت میگیرند، راه درست تربیت فرزند چی است؟ چی بوده میتواند؟ با کدام راه میتواند یک پدر و مادر فرزند خود را درست تربیت کند؟ یکم پدر و مادر باید کدام قاعده ها را رعایت کند؟ پدر و مادر باید فرزند در راهی خویشتن شناسی، یون در راهی وطن را دوست داشتن، یعنی این از عائله سر می شود. وطن از عائله سر می شود. باید ما اول یکم عائله دوست داریم، دهه دوست داریم، شهر رو دوست داریم و جمهوری رو دوست داریم. برای همین
ما فرزندان رو با اون روحیه تربیت کردیم که آنها فقط باید خوانن بسیارتر. چون که اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان پیشوای ما برای خواندن بسیار توجه کردن. من سال دوم است که فرو این دونه درباره کتابخوانی رفت ایستاده است. آزمون رفت ایستاده است. باید این فرزندای من به همین چیز توجه دارن. اونا مثلا کتاب میخونن. ما کتابخانه داریم. از وی استفاده میبرم. بسیارتر از مجله های ژورنال خودی که از تاجیکستان میبرن استفاده میبرم. من یا بخوام تو نبیارم بخوام بسیارتر کتاب خونم. یعنی کتاب این معنویات انسان رو بالا میبره و در آینده هم پیشروی میشه و هم یکدیگر فهم میشه. استاد چون اصلا صحبت ما اطراف آینده داری صورت میگیره میخواستیم اینجا کمک اندیشه و نظر شما رو بگیریم از زندگی گذشته و امروزتون کمی قصه کنید. میخواستیم بگید در هر یک آینده مثلا در پیشبرد زندگی آیندگی کمبودی و نارسایی و مشکلات ها با وجود میاد. ما بس از آنی که در کدام سطح زندگی ما قرار دارد. شما لطفا استاد همچون یک نفری صاحب تجربه با ما میگفتید که در حالت هایی که مثلا در زندگی شما یگون کمبودی باشد پیدا شود یگون مشکلی پیدا شود آن را چطور شما حل و فصل میکنید تا اینکه در بین شما و همسرتون یگون نافهمی با وجود نمیاد؟ وقتی که در عائله البته در همه عائله ها این کمبودی میشود لیکن با این کمبودی را باید در عائله باید دیگر فهمی باید کرده. برای اینکه عائله ها باید دیگر را فهمن، فرزندان هم باید دیگر را فهمن. حرمت احترام یک والدین رو بجا بیارن بسیارتر فرزندان. یعنی چقدر که میگویند به هیچ زیر پای مادران است. برای اینکه ما مادر را حرمت کنیم، پدر را حرمت کنیم، آینده فرزندان آنها پدر و مادر خود را حرمت میکنند. ما همچون یک تربیتگر، یک راهبر یک فاکولته سرتا تلقین میتیم به دانشجویان که شما یک درجه اول باید پدر و مادرتان حرمت کنید. دیون استاد را بسیارتر احترام کنید. در همان صورت عائله مستحکم می شود. عائله در جامعه سالم می شود. وقتی که عائله اگر سالم نباشد جامعه هم اونقدر سالم نمی شود برای اینکه همه چیز از عائله سر می شود. ما مهر محبت باید در عائله بسیارتر بلند برداریم، بسیارتر توجه کنیم به خواندن و علم آموختن. استاد باری شده است که اطراف یگان مسئله با همسر خود بحث کرده باشید، مناظره کرده باشید یا اینکه یگان نافهمی در بینشون با وجود آمده باشد؟ همین گونه حادثه ها بود در عائله شما؟ ما قریبا از سال 1983 اینجا عائله داشتیم. ما در کجایی که کار نکردیم فقط با یکدیگر فهمید و یکدیگر کمک رساندن، فکر یکدیگر را گرفتن. خیلی ما جنجال و خسخسه خیلی خرق کنیم رفتن عائله خیلی نشد از ما با. چون اگر ما هم خیلی باشیم از ما دیگر رو نمی آموزد. باید معلم این تربیتگر هستن هم پیشرانده جمعیت می باشد. با این خیلی خرخشه و خیلی جنجال در مابین 38 سال نشد از این کار. استاد لطفا میگفتید که شما همچون مرد از نگاه خویش زن باید چگونه باشد تا اینکه دل شوهر خود را همیشه گرم نگاه داشته تواند به خود و همسفر حیاتی خود یعنی شوهرش رو همیشه در کنارش داشته باشد. یعنی مرد چگونه زن رو بیشتر میپسندد و دوست می‌دارد؟ یعنی مرد باید زن رو بسیار حرمت احترام نماید. زن باید چگونه باشد؟ زن باید نسبت به شوهر با حرمت احترامش بلندتر باید باشد. اما و هر گونه اون نارسایی که در زندگی میشه زن باید برداشت تماشا نکنه و کمبودی هایی که میشود باید پس سر کردن است. در همان صورت عائله اینجا آرام میباشد. من رسول الله برای پس از ختم انستیتوت پداگوژی و دانشگاه شهری دوشنبه فعالیت کاری خودم رو از مکتبی رقم حقی شهر کرمانشاه آغاز نمودم. پس اون سال 1984 به دهه شینگاک همچون آموزگار فن فیزیک به کار آمدم و از سال 1984 اینجانی در مکتب رقمی 46 دهه شینگاک اول همچون آموزگار، از سال 2003 تا سال 2013 همچون جانشین دیرکتور به کارهای تعلیمی و از سال 2013 تا نفقه برآمدنم راهبری همین مؤسسه را بر عهده داشتم. در زمان فعالیت کاری خود باز من در دهه غریبه از سال در مکتب رقمی 3 کار کردم. از سال 2000 تا 2002 در دهه
خوجا پنج از فنی فیزیکا به خوانندگان تعلیم دادم. شکری همین زمان، شکری همین دولت رو میکنم. پیشوای ملتمون پرزیدنت کشور و سوهای معارف خیلی توجه زیادی نمودن، خصوصا ازمون هایی که 2 سال آخر گذرانده استادن موردی این زمان گویم هم می شود. من نیز در بین اویله خودم این ازمون رو تشکیل نمودم و سال گذشته همه نبیرگانم که در مؤسسه تحصیل میکردم و کتابخوانی جلب نمودم و آنها رو با تحفه های پولی سرفراز گرداندم. جای اول رو پریجان خواننده صنف ششم از جهت کتابخوانی گرفتم. انیشجان و پرویزجان باشم جای دوم گرفتم. من به هر یکی آنها مبلغ 50 سومانی برای بهترین کتابخوان سال 2020 من آنها رو تحفه کردم، هوسمند نمودم، خیلی شوقمند شدم. و از سال 2015 من در نفقه هستم. گرچه من در نفقه باشم هم یک چند سال شد که من خوانندگان را همچون به مرکز ملی تستی تیار میکردم، هم از دهه خوجا پنج خوانندگان میامدم، هم از دهه شینگک. و این سال باشه فقط من به تربیه فرزندان خودم شغل دستم، به اینها درس میزنم. با صنف یکم از دستش رو گرفته الفبا رو میگفتم. دائما با همین نبیرگانم با تعلیم و تربیه نبیرگان مشغول. خب معلم عزیز لطفاً میگفتید کمک از گذشته صحبت میکنیم. اویده دارشوی شما یعنی 2 نفری که هر دو یک کس رو انتخاب کردید آموزگاری رو، سببگارش کی بود؟ انتخاب از جانب کی بود؟ مثلا تقدیر شما رو کی پیوست؟ خواهش خودتان بود یا اینکه خواهش پدر و مادر؟ هنگام تحصیل نمودن ما که اساساً از شهر پنجکین بودیم و در یک جایگی می نشستیم و در بین همدیگران می نشستیم، درس تیار می کردیم و یک دو مخیلی می کردیم. تقدیر بوده است. یعنی با خواهش خودتان شما رو برپا کردید؟ من با خواهش خودم. شما از انتخاب خود پشیمان نیستید؟ نه، من خوشبخت هستم. خوشبخت. سبب خوشبخت گفتن خود رو شما در چی می‌بینید؟ البته سبب خوشبخت گفتن خودم رو در آن می‌بینم که من صاحبی مثلا 5 فرزند، همه‌شون صاحبی معلومات، 2 نفرشون همچون اختصاص من رو انتخاب نمودن. خیلی زمانه تنج زندگی خیلی خوش گذشته ایستاده است. من به سن سال مبارک رسیدیم، به نفقه برآمدیم، شکر همین دولت میکنیم، شکر تاجیکستان میکنیم. منتظر هستیم از پیشوای ملت که اینقدر تنجی و آرامی به ما مهیا نمودن. معلم عزیز لطفاً میگفتید که بعد از آوردن خوشبختی کار آسان نیست. مثلا شما اساس خوشبختی این عائله رو در چی میبینید؟ یعنی با کدام واسطه و راه توانستید اینقدر یک فضای مساعد رو برای زندگی ارزنده هر یک فردی که در این عائله اقامت میکنند مهیا ساختید؟ یعنی با کدام واسطه؟ اصلا وقتی که ما کار فعالیت میکردیم در عائله فقط درس خانی، درس تیار کنی بود. یک جهت ساختمان باشد، یک جهت کارهای خانگی باشد. اکثری وقتی ما در تعلیم و تربیت نسل نورس گذشته با در کارهای جمعیتی وقتی این خیلی با کارهای بیهوده یا که بیهوده نداشته. من از سال 2010 تا سال 2015 همچون وکیل جماعت دهاتی بودم و یک چند سال با تشکیلات‌های خارجی برای آبادی دیها شروع کردیم. از سحر تا بیگاه در خدمت خلق بودیم تا همین وقت. خبر دست من فقط آمدم به کارهای خارجی مشغول هستم. در اطراف نبیرگان هستم. لطفاً میگفتید که از نگاه شما همچون زن مرد باید چگونه باشد تا اینکه همیشه همسرش او را دوست داشته توانسته باشد؟ از نگاه شما زن چگونه مرد رو میخواد در زندگی خود؟ چگونه مرد باید سبودناک باشد. در عائله خدمت یکدیگر رو البته ما به جون می‌آوردیم. البته معلوماتناک باشید، صاحب معلومات باشید، در عائله یکدیگر فهمی باشد، عائله پیش می‌رود. ما از سال 1983 جون در همین عائله زندگی کرده ایستاده بودیم.
دویم با مسئولیت یکدیگر کار و پیش برده ایستادن. خب یعنی شما گفتن است مرد باید که همیشه هر کاری رو که انجام میداد با همسر خود همیشه با مسئولیت انجام میداد تا اینکه عاقبتش خوب شود. خب معلم عزیز، در جامعه ما خصوصا تاجیکستان جداشوی عائله ها زیاد به نظر میرسد و این چیز شخصا پرزیدنت کشور رو هم نگران کرده است و ایشان در هر واقعه‌های خود پیوسته تاکید میکنند که باید پیش راهی همین جداشوی عائله های جوان گرفته شود از جانب نه تنها مسئولین بلکه جامعه. شما سبب و عامل جدا شدن عائله های جوان رو در چی میبینید؟ اکنون من حاضر اکثرا عائله های جوان تیز به شوهر میبینن دخترها تیار نیستن به عائله. دویم از اینکه وقتی که باید دختر به عائله تیار نیست البته پیشروی عائله نمیشود دشواری میکشد. بگذار که همین دختران یک صاحب معلومات شوند بعد صاحب کسب شوند بعد عائله برپا نمایند. درست است که در عائله در سالهای آخر نهایت جداشوی زیاد است. یعنی شما اساس جداشوی رو در بیسوادی جوانان میبینید؟ اساسی همین جداشوی در تیار نبودن دختران در عائله میسابد. چون که نو جوان نو مکتب تمام میکند باید عائله دار میکنند تیار نیست از عائله. در زندگی عائلوی از نگاه شما نقش اساسی رو کی میبازد؟ زن یا اینکه مرد؟ البته مرد میبازد. چرا؟ برای آنکه سالهای پیش وقتی که مرد در عائله بود تعلیم و تربیه هم در مکتب هم در عائله هم بهتر بود. از سبب آنکه اکنون شرایط میبینیم اکثری مردها در مهاجرت مهنتی هستند فرزندان آنقدر مادران را حرمت و احترام نمی کنند چون که سیاست مرد در عائله نسبت زن بهتر است. چیزی معلومه قید کردن من سبب اساسش این از نافهمی از بی‌فرهنگی همین جوانان میبینم. چون که اگر جوان بسیارتر خواند بسیارتر علم آموزد از کتاب‌های بدی استفاده برد به فکر من که این عائله‌های جداشوی هم از طرف مرد هم از طرف زن باید نشود. چون که آنها یکدیگر رو باید نصف فهمند. وقتی که سوادناک که هست باید این کار رو نکنند و بسیارتر با جامعه باید نگاه کنند که در جامعه آدمایی که ناز هستند با همینا باید تکیه کنند. این جوانهای نو بسیارا با پول و مال دیگر رفته با همین نافهمی‌ها میشن عائله جدا میشن. و فکر من باید با این هر وضعیتی عائله باید طاقت کرد. استاد عزیز لطفاً میگفتید که نقش اساسی را در زندگی عائلوی فرزند کی میبازد؟ قصور یا اینکه خوش‌آمد؟ بسیارتر کلین‌ها از همون خوش‌آمد دستگیر دامنگیر میشن. اگر بسیارتر همون ناز میفهمیم برای خوش‌آمدها میگن که کلین‌ها بسیارتر تلفن میکنن سرای عائله بیرون میبرن بعد باید خبر میکشن به هر خیلگاه ها. باید همین کلین سری خانه باید در خانه نگاه داشته شود. همیشه عائله در کمبود میشه در عائله بعضی جنگ و جنجال ها میشه باید همین سر نگاه داشته شود. من بسیارتر هم میدونم در عائله هایی که من در شهر بسیار میگردم در دیها ها بسیار میگردیم بسیارتر جداشوی با هر گونه تلفن ها باید خبر کشه از عائله جداشوی عائله بعد بینی عائله باید همین کارا نشود در عائله. باید مناسبتی دوستی هم زن شوهر نو ابدی باید شناخته باز میگم که این بهتر است که بسیارتر کتاب و کتابخانه رو بیارم. شما در دوام 30 سال استقلالیت در محل زیستی خود شروع از محل زیستی خود شما نفری هستید که در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان نیز بوده چه تغییرات ها رو مشاهده کردید و نگاه شما درباره 30 سال استقلالیت تاجیکستان؟ ما در حقیقت در 30 سال استقلالیت و بسیار موفقیت های نایل داشتیم. این آبادی که مثلا اگر ما در شهر دوشنبه ریم یا شهر خوجند ریم من دوره شوروی چه که بود باید تماما تغییر یافته است. شهر دوشنبه بهتر شهرهای زیباترینی و فکر من با این مملکتی اسنگ میگه بهترین شهرها شده و خانه های بینید گلگشت های به خیابان های باغ های اینجا مثلا به نام رودکی هستن باغ علیشیر نوایی هست و یک چند باغ صدرالدین عینی میاریم در اونجا حلاوت میبریم
کتابخانه ملی یکی از کتابخانه بهترین من در شهر مسکو در آسیای مرکزی یکی از کتابخانه بهترین است. برخواه تمام کتابایی که برای شما لازم است آنجا دریافت میکنید. دانشگاه‌ها می تمام سیموش دیگه خیلی شده است در شهر دوشنبه. یکی از همین دانشگاهایی که ما در شهر پنجگین می‌بینیم اون سیموش تمام تغییر و با تشبث پیشوای ملت پارک تکنولوژی معرفت پرور در شهر پنجگین شده شد که ما سنتر دریا دارید 12 سنتر سال 2020 سال به سال دانشجویان دانش خوانندگان بهتر شده بیشتر با علم روی آورده شدن. من 20 ساله آموزش علم‌های دقیق و طبیعت شناسی شده با خوانندگان و دانشجویان با همین روی آوردن که باید جمعیت ما باید پیش رود. این همه ثمره است. این ثمره همین استقلالیت میباشد. من از استقلالیت خیلی خرسند هستم که در 30 سالی در طول 30 سالی خیلی کوتاه از این خود دورمدارازم نیست لیکن ما با موفقیت خیلی نظرات مهم گردیم. همیشه ما درباره استقلالیت اگر از دیها مثال بیاریم نسبت سالی پیشین به یک درجه بلند دیها آباد شد. وقتی که من سال 82 سال دوشنبه دانشگاه ختم کرده اومدم دوشنبه نه قدر آباد بود. باید 2011 وقتی گرفتم نهایت آباد بود. تاجیکستان ما دویما گل شکفت این آبادی دویما آباد کرده. شهر پنجگین نسبت سالهای پیشین یک درجه آباد شده. خصوصا مجسمه لایق شرعی که گذاشته شده است این برای ما پنجگینیان بیانم برای ما دیهاتیان یک افتخار همچون افتخار است و خصوصا همین سال 2021 وقتی که خواننده صنف 11 دهه سال جای اول دادیم نصیدیم و ما فخر از پنجگین تو پنجگین جا میکنیم که دانشی بلند دارم و کتابخوانی توجه زیادی دارم. در حقیقت هم ما برای انتخاب اویله بهترین در این برنامه از این دهه اشتباه نکرده ایم، زیرا چطور خود شما شاهد گشتید این اویله یکی از اویله های نمونوی نه تنها در دهه شینگک بلکه در حدود جماعت دهات خرمی به حساب رفته. بیرون از حدود جماعت نیز نفران برومند شهر و دهات پنجگین ایشان را به خوبی میشناسند و احترامشان میکنند. این باغ سال 2016 تأسیس یافته شد. یک از زمین‌های بیکار خوابیده بود که من هم زمین رو 8 زمین است این رو اینجا آباد کردم. در اینجا نهال‌های گیلاس‌های نوع شامپانی زردآلو گولینگین دیدید سادید. بعد از اون تاک در گرد اون تاکایی که از ناحیه سر آورده شده است. غیر از این در بین قطارهای این باغ‌ها کارتوشکا، کرم، پیاز به کار شده است. این برای پیشرفت هم خواجگی یا رسام میباشد. باغ از جهت زیبایی بفکرم در دیها یکی از باغ‌های بهترین است. بسیار مهمانان میبینن از شهرهای دوشنبه باغ رو خبر میگیرن میبینن لذت میبرن. اگر انسان مهنت کند البته مهنتش برابر نمیرود. همیشه انسان باید در مهنت خوبیتاب یافته باشد و هم خیلی باغ‌ها رو باید ما تشکیل کنیم. فقط وقتی بیکاری من بیرون از کار حالا در بین این قطارهای باغ‌ها کار میکنم. همیشه من دیگران تلقین میکنم که همین باغ‌های بنیاد کنن و برای همین خواجگی خود پیشرفت خواجگی خود خدمت کنند. همچنین در دهه شینگک بنگاه طبی نیز فعالیت داشته. همه روزه کارمندان آن به شخصان نیازمند کمک اولیه طبی میرسانند. یکی از کارمندان این بنگاه دایر به فعالیت کاریشان چنین اطلاع داد. من عاقبه خوشیده همشیره اویلوی خانه سلامتی دهه شینگک میباشم. من 18 سال باست نیز در اونجا کار و فعالیت می‌نمایم. در مرکز شما چند نفر کارگر است؟ در مرکز ما 5 نفر کارگر هست. از همین 4 نفر همشیره اویلوی، 1 نفر برادر اویلوی میباشم. ساعت کاری شما از چند تا چند؟ از 8 تا 12 همه در اونجا میشد. از 1 تا 3 گردشی محله. وظیفه‌دار، نوبتدار همینجا
باید میستد. مثلا گردش محله در محله ها مثلا برای خدمت رسانده برای حامله‌داران، برای کودکان، برای پیران سالان سال یاری اولین خودشون رساندن. و چقدر اهالی خدمت میکنید شما؟ 326 خواجگی داریم و 1564 تا اهالی داریم. 1584 نفر 64 نفر خدمت میکنید. در دوام 30 سال استقلالیت در دهه شما چه تغییرات شد؟ در دهه ما در دوام 30 سال استقلالیت خیلی خانه‌های نو بنیاد گردید. و حاضر منم مکتب در آنجا مکتب نو شده استودم. سیمخانه ایلاوگی. اون سال خیلی مغازه های نو شدن. آینده چه نقشه هست در آینده ما نقشه داریم که در آینده میخوایم سال این بیناها رو مثلا تعمیر نماییم و با ممکن بیناهای نو و عدد دیگر جا ممکن نگشاییم خانه سلامت شرایطش بهتر کنیم. اکنون حاضر اینجا فقط برای این خانه و امکوبی می باشد. اینجا از دو خانه عبارت است. یکتاش برای حامله داران خب برای حرکت میکنیم که مثال شرایطش بهتر باشد. کورس‌های و اینا ما منت داریم که از چنین پیشگوی ملت داریم و ما رو چنین دستگیری میکنن. ما حاضر کارگران مثال در وقتش معاش خود رو گرفته استادیم، در وقتش مثال یگان کمبودی نداریم، هم خیلی پیشوا داریم که ما رو دستگیری کرد و ما آینده کوشش می‌نماییم که به خلق خود با سر بلند خدمت نماییم و با باری پیشوای ملت. مردم سربلند دهه شینگاک در برابر